بیژن الهی شاعر و مترجم 16 تیر ماه 1324 در تهران به دنیا آمد. او تنها فرزند علی محمد الهی کارمند بلند مرتبه دولت و قدسی خانم بود. الهی پیش از آنکه پای به دنیای شعر بگذارد در نوجوانی دل به نقاشی بست و در کلاس‌های جواد حمیدی شرکت کرد. با آنکه مادرش نقاشی می‌کرد، اما هم او و هم پدرش در برابر این علاقه فرزندشان ایستادند. محسن صبا می‌نویسد زندگی بیژن در روزهای نوجوانی بی‌شباهت به اعتراف‌های شمس نیست. تک فرزندی سخت مورد توجه پدر و مادری ناآشنا به روحیه فرزندی متفاوت از عادتهای زمانه. تا حرف از آن سالها به میان می آمد، بیژن حرفهای شمس تبریزی را پیش می کشید. ای پدر، من دریا می بینم مرکب من شده است. اگر تو از منی یا من از توام، درآ در این دریا، وگرنه برو بر مرغان خانگی. نخستین حضور رسمی بیژن الهی در مقام شاعر چاپ شعر برف در دومین شماره جنگ طرفه در آبان ماه 1343 است. او این شعر را از طریق فریدون راهنما به دست گردانندگان این جنگ رسانده بود. شعرهای دوره جوانی و میانیش در اندیشه و هنر جزوه شعر، روزن و تماشا چاپ شدند، اما در زمان حیاتش به هیئت کتاب در نیامدند. الهی در اواخر دهه 40 راهی لندن شد و از آنجا به پاریس رفت. او در بازگشت به ایران 2 ارمغان به همراه داشت: تقویت زبانهای فرنگیش و ازدواج با غزال علیزاده. ارمغان دومش 2 سال بیشتر نپایید، اما ارمغان اولش سبب ساز فرود شاعرانی همچون الیوت، رمبو، میشو، هولدرلین، کاوافی و غیره با هیئتی درخور در زبان فارسی شد. الهی از دهه 50 تا میانه‌های دهه 60 به عرفان روی آورد و در خانه‌اش در زعفرانی تهران سخت به سیاحت در این عوالم پرداخت. ترجمه اشعار و اخباری از حلاج حاصل گرایشات این دوران است. پس از 15 سال تنهایی، این بار دل به ژاله کاظمی، نقاش، دوبلور و گوینده رادیو تلویزیون داد. آنها در سال 67 ازدواج کردند و در آذر ماه 79 جدا شدند. ژاله به آمریکا رفت و 4 سال بعد درگذشت. قلب تنها مانده بیژن الهی بین ساعت 6 تا 5 عصر روز 9 آذر 1389 در خیابان شیراز پیش از رسیدن به مطب دکترش از تپیدن باز ایستاد. تن بیجان او را بنا به وصیتش در سراشیبی‌های گورستان روستای بیژدنو از توابع مرزن‌آباد شهرستان چالوس بی هیچ نام و تاریخی بر سنگ قبرش و تنها با امضایی بر آن به خاک سپردند. بیژن الهی شمیم بهار، دوست دیرینه، و سلما الهی تنها فرزندش را وصی آثار به جا گذاشته‌اش کرد و این 2 از سال 1392 آثارش را یکی پس از دیگری در نشر بیدگل منتشر می‌کنند.